الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم و دعا میکنم که انشاءالله الله متعال طاعات و عبادات همه من و شما را به درگاه خودش بپذیرد و آن را موجب سعادت من و شما در دنیا و آخرت بگرداند و به من و شما توفیق اطاعت خالصانه و صادقانه بیشتری را انشاءالله که عنایت بفرماید. درباره سجده سهو معلومات بدهید. سجده سهو همون گونه که از اسمش مشخص هست برای سهو است. سهو یعنی خطا، یعنی اشتباه، یعنی این که شما در نماز خودتان دچار سهو و اشتباهی شدید و برای جبران این سهو و اشتباه شما باید در آخر نماز سجده سهو به جا بیاورید. یعنی چون که سهوی انجام شده، خطا و اشتباهی از شما سر زده، در نماز باید که در آخر 2 سجده اضافه بکنید و این در واقع جبران اون خطایی بشود که شما در نماز خودتان مرتکب شدید. اسباب سجده سهو 3 مورد هستند، یعنی 3 مورد، 3 دسته هستند در واقع. یعنی شما اگر 3 دسته از این خطاها رو مرتکب شدید باید که سجده سهوی را در آخر نماز به جا بیاورید. اولینش این است که در نماز یک چیزی را اضافه کرده باشید. در نماز یک چیزی از جنس نماز را شما اضافه کرده باشید. فرض کنیم که اشتباهی شما مثلا به جای 1 بار رکوع کردن 2 بار رکوع کردی، به جای 2 بار سجده کردن در هر رکعت فرض کن که شما 3 مرتبه سجده کردید. یک چیزی را اضافه کرده باشید. مورد دوم، یک چیزی از واجبات نماز را ترک کرده باشید. واجبات نماز را، یکی از واجبات نماز را ترک کرده باشید. اگر سنتی را ترک کرده باشید، آداب نماز را ترک کرده باشید، سجده سهو لازم نیست. اگر رکنی را ترک کرده باشید، نماز شما باطل هست یا همون رکعت باطل می شود. یک رکعت دیگر باید بخوانید و اگر وقت طولانی گذشته کل نماز شما باطل می شود، باید دوباره نماز بخوانید. اما اگر که واجبی را ترک کردید، در این صورت باید سجده سهو به جا بیاورید. واجب مانند قعده اول در وسط، مثلا در نماز 4 رکعتی شما باید بعد از 2 رکعت التحیات بنشینید و تحیات بخوانید. اگر این را فراموش کردید سهواً، در آخر نماز باید سجده سهو به جا بیاورید. این 2 مورد، اضافه کردن یک چیزی، کم کردن یکی از موارد و احکام نماز، و مورد سوم فراموش کردن. یعنی این که شما فراموش میکنید که به طور مثال چند رکعت خواندید، 2 رکعت هست یا 3 رکعت هست، 3 رکعت خواندید یا 4 رکعت خواندید، که در این زمینه شما باید نگاه بکنید که کدام طرف مثلا یقینی هست، چه کدوم مورد یقینی هست. شما در میان 3 رکعت و به اصطلاح 4 رکعت الان تردید دارید که معلوم نیست که الان من این رکعتی که میخونم رکعت سومم هست یا رکعت 4م. رکعت سوم بودنش یقینی هست، رکعت 4م شکک آیا این رکعت 4م هست یا نیست. در این صورت شما همون حداقل را حساب بکنید و نماز خودتان را تمام بکنید. در تمامی این موارد بر شما سجده سهو لازم هست که باید در آخر نماز سجده سهو در واقع انجام بدید. خود این که سجده سهو قبل از سلام باشه بعد از سلام باشه، هر دوتاش درسته. هر دوتاش درسته. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همه بعد از سلام هست، در مذهب شافعی قبل از سلام هست، همه اینها درسته و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه تفصیلات دقیق تری هم ذکر شده. شیاف روزه را باطل می کند؟ خیر، شیاف تفاوتی ندارد که شیاف مقعدی باشد یا شیاف واژنی باشد. جز شکننده های روزه در واقع شمرده نمی شود، زیرا که نه به معنی خوردن هست، نه خوردن و آشامیدن هست و نه به معنای خوردن و آشامیدن هست و بدن رو در واقع بی‌نیاز نمی‌کنه از خوردن و آشامیدن، بلکه این یک نوع معالجه و مداوا هست که به معده نمیرسد.
به معده نمیرسد، نه از طریق مقعد و نه از طریق واژن اینا به معده نمیرسد و بنابر ضرورت انجام میگیرد. این در واقع جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود. آیا در ماه رمضان عرق بخوری گناه دارد؟ ببینید عزیزان، قبلا هم توضیح دادم که در ماه مبارک رمضان در زمان و مکان مقدس و مبارک همان گونه که ثواب طاعت و عبادت بیشتر می شود، درجه معصیت و گناهی که انسان انجام می دهد هم عظیمتر و سنگینتر هست. شرابخواری و عرق خوردن در رمضان و غیر رمضان این در واقع جزء گناهان کبیره هست. از نظر شرعی حرام هست، جزء گناهان کبیره هست. از نظر شرعی حد شرعی دارد، مجازات شرعی دارد، در همه وقت گناه هست. و شراب یک موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون کسی را که شراب را می سازد، یعنی شراب درست می کند، همون کسی که حملش می کند، هم اونی که می سازد، هم اونی که می فروشد، هم اونی که ساقی هست، هم اونی که شراب می خورد، همه را نفرین کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم و گناه بسیار سنگینی هست. و در ماه مبارک رمضان هم گناهش سنگینتر و بزرگتر خواهد بود. اگر ندانسته یک نان حرام بخوریم آیا خداوند میبخشد؟ چیزی را که شما ندانسته خوردید، یعنی یک موردی به طور مثال حرام بوده، یک موردی شما نمیدانستید مال حرامی بوده شما خوردید، الله متعال شما رو مؤاخذه نمی کند. در صورتی الله متعال انسان رو مؤاخذه می کند که دیده و دانسته و با اختیار خودش این کار را انجام داده باشد. اما در صورتی که ندانسته باشه، متوجه نبوده، سهوا این کار انجام شده، نادانسته انجام شده، به فراموشی انجام شده باشد، به اجبار و اکراه انجام شده باشد، الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال از امت من در مورد کارهایی که از روی سهو و نسیان و فراموشی و از تحت اجبار و اکراه انجام می دهند، الله متعال امت من را مؤاخذه نخواهد کرد. مسافتی که روزه را میشکند چه اندازه هست؟ مسافتی که برای مسافر جایز هست که روزه نگیرد همون مسافتی هست که انسان میتواند قصر بکند، دوربر حدود 80 کیلومتر. اگر سفر شما 80 کیلومتر به بالا هست، از نظر شرعی برای شما رخصت هست، یعنی جایز هست که فعلا روزه نگیرید و بعد از رمضان قضا بیاورید. اما اگر سفرتون سفری هست که خسته نمیشوید و به اصطلاح روزه گرفتن برای شما یعنی سخت نیست، در این صورت روزه بگیرید اولاتر و بهتر هست. اما اگر کسی نگرفت گناهی برگردنش نیست، منتها بعد از رمضان باید دوباره به تعداد روزه هایی که روزه نگرفته باید قضا بیاورد. اگر وقتی روزه هستیم خلط گلو را قورت بدیم، فرو ببریم، روزه باطل می شود یا خیر؟ نه، با فرو بردن آب دهان یا مثلا چرک و خلط گلو اگر کسی ولو اینکه عمدی باشد از نظر شرعی جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود. آیا زن می تواند در حالت پریودی قرآن تلاوت کند؟ ببینید دوستان عزیز، در مورد این که آیا خانم ها می توانند در ماه مبارک رمضان یا هر وقت دیگر در هنگامی که عادت ماهیانه هستند قرآن تلاوت کنند یا خیر، جمهور علما نظرشون بر این است که چنین چیزی جایز نیست. مذهب حنفی هست، مذهب شافعی یا حتی بنابر یک روایتی در مذهب امام احمد ابن حنبل نظرشون بر این است که جایز نیست که زنان در حالت عادت ماهیانه قرآن تلاوت بکنن و استدلال میکنند از این به اصطلاح روایتی که در سنن ترمذی آمده، ابن ماجه هم نقل کرده، منتها روایت ضعیفی هست، به این خاطر قابل استدلال نیست. نمیشود یک حکم شرعی رو از این به اصطلاح
استنباط کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن. حائض، کسی که در حالت پریودی هست و یا در حالت جنابت هست، نباید چیزی از قرآن را تلاوت بکند. به خاطر اینکه این روایت ضعیفی هست، بیشتر علما از یک روایت دیگری در واقع استدلال کردند و قیاس کردند این مورد را بر جنابت، زیرا که در سنن ترمذی روایتی هست از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم را هیچ چیزی مانع از تلاوت قرآن نمیشد مگر جنابت. غیر از جنابت چیزی و هیچ حالتی سبب نمیشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را تلاوت نکند. ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یکن یحجزه عن القرآن الا الجنابه، که هیچ چیزی از قرآن پیامبر از قرآن باز نمی داشت، مانع نمی شد مگر که حالت جنابت. و این حالت پریودی را قیاس کردن بر حالت جنابت. عرض کردم که روایتی که در مورد پریودی هست روایت صحیح نیست، اما این قیاس کردن. اما این قیاس یک قیاس کامل و درستی نیست، به این دلیل که بحث جنابت در اختیار خود انسان هست. یعنی راحت میتواند که برود غسل بکند و حالت جنابت را از بین بردارد، از روی خودش بردارد و بعداً قرآن تلاوت بکند. حالت جنابت در واقع مدتش کوتاه هست، اما مدت به اصطلاح عادت ماهیانه طولانی هست. جنابت در اختیار خود فرد هست، اما عادت ماهیانه در اختیار خود فرد در واقع نیست. و به این خاطر این قیاس عادت ماهیانه بر جنابت قیاس صحیح و درستی در واقع نیست، زیرا که خانم ها نیاز دارند. معمولا به اصطلاح کسانی که به اصطلاح دانش آموز هستند یا معلم قرآن هستند، خانم هایی که به اصطلاح معلم قرآن هستند، نیاز دارند به اینکه قرآن تلاوت بکنند، دیگران را تعلیم بدهند. یا کسی که حافظ قرآن هست میخواد حفظ بخواند، خانم ها نیاز دارند که در دوران عادت ماهیانه هم قرآن را تلاوت بکنند. اگر تلاوت نکنند از یادشان میرود، یا اینکه خیلی عقب میافتند، یا در ماه مبارک رمضان مثلا این وقت فضیلتی هست و اگر که تلاوت نکنند این فرصت رو از دست میدهند. نظر بنده در این زمینه این است که تلاوت قرآن برای زن در عادت ماهیانه، چون که دلیل صحیح و صریحی در این زمینه وارد نشده، این است که جایز هست، اشکالی ندارد. و ما میتوانیم که در این زمینه بر دیدگاه و مذهب امام مالک رحمت الله علیه عمل بکنیم، که نظر امام مالک رحمت الله علیه در این زمینه این است که چون که دلیلی به اصطلاح برای ممانعت وجود ندارد، و امام مالک رحمت الله علیه هم خودشون امامی از ائمه محدثین هستند و هم امامی از ائمه فقه و سرمنشأ فقه مالکی هستند، و نظرشون در این زمینه به نظر من راجح هست. و خصوصا که در ماه مبارک رمضان خانم ها هم نیاز دارند که قرآن تلاوت بکنند، به شرط این که قرآن را دست نزنند، از روی گوشی تلاوت بکنند، هیچ گونه اشکال و ممانعتی ندارد. پوشیدن عبای ابریشم یا حریر بر مرام جایز است؟ اگر منظورتان برای خانم هاست، بله جایز هست. پوشیدن عبای ابریشم و حریر برای زنان جایز هست، اما برای مردان جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی در یک دستشون طلا گرفته بودند، یک تکه طلا بود، و در دست دیگرشون ابریشم بود، و فرمودند که این دو مورد رو الله متعال در دنیا برای زنان امت من حلال کرده و بر مردان امت من حرام هستند. استفاده از لباس ابریشمی برای مردان از نظر شرعی جایز نیست و برای زنان جایز هست. برای مردان فقط به یک اندازه جایز هست که به اصطلاح یک خطی باشه، به طور مثال روی آستین به اصطلاح یک نواری دوخته باشه، یا مثلا کناره لباس مثلا یک نواری دوخته باشه. این از نظر شرعی اشکالی نداره، برای مردان هم در این اندازه جایز هست. اما این که به صورت کلی لباس حریر باشد برای مردان مسلمان جایز نیست. حکم روزه بدون سحری خوردن و چند ساعت زودتر خوابیدن چیست؟
سحری خوردن شرط صحت روزه نیست. اگر کسی سحری هم نخورد روزش از نظر شرعی صحیح است، اما توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که ما هم سحری بخوریم. رسول الله فرمودن تسحروا، که سحری بخورید زیرا که در سحری برکت هست، و توصیه کردند که سحری را تأخیر بکنیم، یعنی همون لحظه های آخر در آخر شب بخوریم. الان اگر کسی بنابر دلایلی سحری نخورد یا خواب افتاده بود یا اشتها نداشت یا مثلا زود خوابیده بود به قول این عزیزمون و سحری نخورد، از نظر شرعی روزش درست هست. از نظر شرعی روزه شما درست، اشکالی ندارد. اما اینکه انسان سحری بخورن هم بر سنت عمل کرده و هم این که به اصطلاح روزش قوی تر هست، خودش قوی تر هست، برای نماز و طاعت و عبادت در واقع نشاطش بیشتر هست، این اولاتا رو بهتر است. اما اگر کسی بنابر دلیلی سحری نخورد، از نظر شرعی روزش کاملا صحیح است. شیخ، لنز گذاشتن در زمانی که روزه هستیم حکمش چیست؟ اگر نیازی هست که این کار رو انجام بدید در حالت روزه هیچ اشکالی ندارد، از نظر شرعی جایز هست و اگر کسی در حالت روزه هم این کار رو انجام بدهد هیچ ربطی به روزه ندارد. این به معنی خوردن و آشامیدن در واقع نیست و شکننده روزه هم شمرده نمی شود. اگر در ماه رمضان دندان خود را پر کند آیا روزه میشکند؟ نه، هیچ گونه اشکالی ندارد. دندان رو پر بکنید، بکشید یا کارهای دیگری روی دندان انجام بدهید، از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره و روزهتون کاملا صحیح است. آدم کرولال میتواند روزه بگیرد؟ بله، چرا نمیتواند؟ آدم کرولال هم میتواند روزه بگیرد که بهش بفهمونیم که مثلا روزه گرفتن به این معنی هست که شما از وقتی که فجر دمیده شد تا وقتی که مثلا آفتاب غروب میکند چیزی نخورید و نیاشامید و اون اینو متوجه میشه و روزه گرفت. از نظر شرعی روزش درسته. حتی نمازش هم، کسی که کرولال هست نمازش هم از نظر شرعی درسته. همین که مثلا یک کسی که لال هست نمیتونه چیزی بخواند و همین که از سر جا نماز و لبهای خودش رو تکان بدهد، همین اندازه هم از انسان کرولال از نظر شرعی، کسی که نمیتواند حرف بزند، این جایز هست، کفایت میکند، هم نمازش درست است و هم روزش. من مشکل ادرار دارم، سر نماز وقتی میرم سجده یک قطره میزنه بیرون، چه کار بکنم؟ نماز خودتون ادامه بدید، نماز خودتون ادامه بدید و به خاطر این مورد اصلا ناراحت نباشید. الله متعال شما را معاف کرده. کسی که بنابر هر دلیلی نمیتواند وضوی خودش را نگه دارد، به خاطر گاز شکم یا به خاطر اینکه ادرارش را نمیتواند کنترل بکند، این فرد معذور هست و وضویش با بقیه فرق میکند، یعنی شکننده های وضویش فرق میکند. این موردی که جزء مثلا بیماری هست یا یک عارضه ای هست و شما نمیتوانید ادرار خودتون رو کنترل بکنید، یا خانومی بنابر فرض کنیم که زایمان مکرر مثلا نمیتواند ادرار خودش رو به اصطلاح نگه دارد، حکمش این است که برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد. چون این شخصی برای هر نمازی یک وضوی جداگانه بگیرد و وقتی که وضو گرفت برای نماز، در وقت این نماز تا نماز دیگر نماز بخواند، عرض بکنم که قرآن تلاوت بکند، قرآن را دست بزند، ولو این که ادراری هم سر نماز به اصطلاح از عضوش خارج شده باشد، باز هم از نظر شرعی چون که معذور هست، خواسته نبوده، بی اراده هست و بی اختیار این خطر خارج شده، این فرد معذور هست و نمازش نشکسته، وضویش نشکسته و نماز خودش را باید ادامه بدهد. منتها برای نماز بعدی باید یک وضوی جداگانه بگیرد. 5 وقت نماز هستند، 5 وقت وضو بگیرد و نماز و به اصطلاح تلاوت خودش را انجام بدهد، هیچ اشکالی ندارد. آیا نماز خواندن روی جانمازی که تصویر کعبه دارد جایز است یا خیر؟ بله، جایز است، هیچ اشکال شرعی ندارد. منتها از نظر شرعی در مرحله اول انسان باید سعی بکنه که در یک جایی نماز بخواند، بر روی جانمازی نماز بخواند که ذهنش این طرف و آن طرف نرود، یعنی چیزی نباشد که سبب بشود که حضور قلب اون رو به اصطلاح از بین ببرد، ذهنش این طرف و اون طرف برود، به نقش و نگاری که بر روی جانماز هست مثلا ذهنش برود به اون. سعی بکنیم که به اصطلاح جانماز ما ساده باشه، جلوی نماز ما سعی بکنیم که
به اصطلاح ساده باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز نماز خوندن، حضرت عایشه یک پرده ای رو زده بود روی دیوار، نقشه ای داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینو از جلوی من بردارید که زیرا که نقشه این در ذهن من در نماز میاد. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک لباسی داشتند که عبایی که نماز می‌خواندند، به اصطلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینو ببرید بدید به یک از صحابه و اون عبای انبجانی رو برای من بیارید، یک عبای ساده هست. انسان باید سعی بکنه در جای نماز بخونه که مواردی که حضور قلب رو از بین میبرند کمتر باشه. این یک نکته. اما اگر کسی روی جانمازی نماز خواند که عکس کعبه بود یا فرض کنیم تصویر مسجد النبی بود یا مسجد الاقصی بود، از نظر شرعی نمازش درست هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، نمازش جایز هست. بعضی از علما اومدن اینجا یک مطلبی رو گفتند که چون که این یک نوع اهانت شمرده می شود به کعبه، که شما مثلا روی جانمازی که نماز میخوانی خب دست میگذارید، امکان داره پا بگذارید روی اون، امکان داره رو اون بنشینید، گفتند این یک نوع بی‌حرمتی به خانه کعبه هست. اما واقعیت این است که این بی‌حرمتی شمرده نمی شود، زیرا که هیچ انسان مسلمانی در وقتی که نماز میخواند شاید به نیت تعظیم باشد، اما به نیت احترامی کردن کسی این کار رو انجام نمیدهد. و اساساً هم پا گذاشتن روی کعبه بی احترامی کعبه نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رفت بالای کعبه، یعنی این که شما با کفش خودتون روی خود کعبه هم که بروید بی حرمتی کعبه رو انجام ندادید. می توانید بروید داخل کعبه، می توانید که بروید بالای روی سقف کعبه، این بی حرمتی به کعبه شمرده نمی شود. و منتها عرض کردم که اگر انسانی ذهنش مشوش می شود و حضور قلبش از بین می رود، بهتر است که یک جانماز ساده ای رو انتخاب بکند. اگر کسی سحری بخورد و نیت روزه را فراموش کند، آیا روزش درست است؟ بله، روزش کاملا درست است. امکان نداره که انسان بلند بشه سحری بخورد و نیت نکرده باشد. امکان ندارد، یعنی غیر ممکن هست، محال هست که یک فردی بلند شده باشد سحری خورده باشد و نیت نکرده باشد، زیرا که خود سحری خوردن، همین که یک فردی بلند شده برای این که سحری بخورد، معنیش این است که نیت روزه را هم داشته. نیت روزه یعنی این که من میخوام فردا روزه بگیرم، در قلبم هست، تصمیم دارم که فردا روزه بگیرم. لازم نیست که شما بر زبان خودتون هر شب یک جمله رو تکرار بکنید که من فردا روزه میگیرم. همون اول رمضان شما در نیتتون این است که من تمام ماه رمضان را روزه میگیرم، همین کافی هست. هر شبی که شما بلند میشوید، امشب که افطار میکنید یا شب که سحری میخورید، نیتتون این است که من فردا هم انشاءالله روزه میگیرم، در قلبتون هست، همین نیت شما شمرده میشود. امکان ندارد کسی سحری بخورد و نیت روزه را نداشته باشد. پس بنابراین روزه کاملا درسته، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. موقع حمام کردن اگر آب داخل گوش برود روزه باطل می شود؟ نه، روزه باطل نمی شود. اگر که آب داخل گوش کسی رفت، از نظر شرعی روزه باطل نمی شود، زیرا که گوش منفذ مستقیمی به اصطلاح معده و شکم نیست. آیا بدون گفتن لفظ طلاق واقع می شود یا نیت لازم است؟ نه، بدون تلفظ کردن لفظ طلاق واقع نمی شود. بدون تلفظ کردن لفظ طلاق واقع نمی شود. یعنی اگر شما جلوی خانومتان به اصطلاح نشسته بودید یا هر جای دیگری دورم بودید، در دل شما گذاشت که در ذهن خودتون به زنتون گفتید تو طلاق هستید، در ذهن گفتی، به زبان چیزی نیاوردید، در ذهن خودتون اینجوری تصور کردید که من دارم به خانومم میگم که تو طلاق هستی، این طلاق واقع نمی شود مگر زمانی که دیده و دانسته و با اختیاری که انسانی لفظ طلاق را بر زبان بیاورد. این که در نیت باشد، در دل شما باشد، بدون تلفظ، طلاق واقع نمی شود. آزمایش خون روزه را باطل می کند؟ نه، آزمایش خون جز شکننده های روزه نیست. آیا اسپری آسم روزه را باطل می کند؟ خیر، اسپری آسم وارد معده نمی شود، بلکه به ششها می رسد و در حکم خوردن و آشامیدن نیست و روزه را هم باطل نمی کند.
اگر کسی در ماه رمضان در وقت خواب جنوب شود روزش باطل می شود. چه جنوب بشود چه شمال بشود روزش باطل نمی شود. چیزی که شما در خواب هستید، یعنی اختیاری نیست. ببینید خروج منی اگر به صورت اختیاری باشه، یعنی به صورت خود ارضایی باشه، جز شکننده های روزه هست. اما اگر در خواب باشه، در وقت مثلا روزه، در روز رمضان شما مثلا کسی در خواب بود احتلام و شیطانی شد، این روزش باطل نیست، روزه خودش را ادامه بدهد، روزش درسته. وقتی که بیدار شد برود غسل بکند و روزش کاملا صحیح است. آیا روزه برای زن شیرده واجب هست؟ اگر میتواند که روزه بگیرد واجبه. اگر میتواند روزه بگیرد، شیرش کم نمی شود، کودکش بی غذا و گرسنه نمی ماند، واجب هست که روزه بگیرد. اما اگر نمیتواند، ضعیف هست یا کودکش بی شیر و بی غذا می ماند، در این صورت اجازه دارد که فعلا روزه نگیرد و به جای روزه رمضان بعد از رمضان به تعداد روزهایی که نگرفته در واقع قضا بیاورد. آیا نماز تراویح برای خانم ها در مسجد بهتر است یا در خانه؟ این بستگی داره به شرایط خانم ها که به اصطلاح نمیشه گفت که حتما در خانه بهتر هست یا در مسجد بهتر است. به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فرمودند که در یک روایتی که در سنن ابو داود هست فرمودند که لا تمنعوا نساءکم المساجد، شما زنان خودتان را منع نکنید از اینکه به مسجد بروند، و بیوتهن خیر لهن، منتها خانه هایشان برای آنها بهتر هست، یعنی بهتر است که در منزل نماز بخوانند. به صورت کلی برای زنها بهتر است که در منزل نماز بخوانند، منتها در صورتی که به طور مثال یک خانمی میداند که من در منزل نمیتوانم نماز بخوانم، مشغولیت هست، بچه هست، سر و صدا هست و صدای تلویزیون و مثلا خانواده شلوغی هست، من در اونجا نماز که میخونم اصلا نمیدونم که چی میخونم. این یک مورد. مورد دوم، خانمی مثلا در منزل نماز بخونه، سوره های کوتاهی بلد هست، از نماز خودش حلاوتی و لذتی رو احساس نمیکنه، میخواد که معنویتش بیشتر باشه و میخواد که بره در مسجد مثلا قرائت قرآن هست و ختم قرآن خونده میشه، قرآن رو کامل در تراویح میخونن. از نظر شرعی در این صورت خب میتواند برود به مسجد، جایز است که به مسجد برود. در این صورت اگر این فضیلت رو میخواد که دریابد یا مثلا میخواد قرآن رو یاد بگیرد، قرآن رو بشنود، مرور بکند، در این صورت مسجد براش بهتر است. اما به صورت کلی در منزل بهتر است و اگر خانمی به اصطلاح راه امن بود، مشکلی وجود نداشت، از نظر شرعی آداب شرعی رو، حجاب شرعی رو مراعات کرد، به مسجد رفت، این هم از نظر شرعی اشکالی نداره و درسته. حکم بوسیدن همسر در حالت روزه چیست؟ بوسیدن همسر در حالت روزه از نظر شرعی چی عرض کنم خدمت شما؟ یک پارتی بازی بکنم در این زمینه. برای پیرمردا جایزه، برای جوانه جایز نیست. و حکم شرعیش این است که به صورت کلی جایز هست، مگر در صورتی که انسان خوف این را داشته باشه که به اصطلاح اگر زن و شوهر هم دیگر را ببوسن، تنها ببوسه ختم نمیشه و منجر میشه به این که مثلا کارشون رو ادامه بدن و روزشون بشکنه. در این صورت همین که به اصطلاح این کار رو انجام ندن اولاتر و بهتر است. وگرنه در روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالتی که روزه بودن همسرانشان را میبوسیدند و منتها حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یک تعلیقی داره روی این روایت، میگوید که وکان املککم لاربه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از همه شما بر خودشون کنترل داشت. به این معنی که اگر کسی بر خودش کنترل نداره، الان جوانی هست که فرض کنیم تازه ازدواج کرده، با یک بوسه دیگه کفایت نمیکنه و نهایتا منجر میشه که روزش رو بشکنه، در این صورت که همون بهتر که این کار رو انجام ندهند. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم در این زمینه به اصطلاح از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید و پیامبر فرمودند که آیا اگر تو آب مزمزه بکنی روزت شکسته؟ گفتند نه، این اشکالی نداره. گفتن بوسه هم حکم شمین هست، با بوسیدن همسر روزه نمیشکند، منتها اگر کسی به گونه‌ای هست که نمیتواند خودش را کنترل بکند، در این صورت انسان باید احتیاط بکنه، اولاتر و بهتر هست.
نسوار روزه را باطل می کند یا نه؟ بله، نسوار و ناس و هر گونه مواد مخدر و دخانیات از نظر شرعی جز شکننده های روزه هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسانی که روزه هست آب و غذایش را و شهوتش را به خاطر الله متعال ترک می کند. این جز مواردی هست که به اصطلاح خواسته های نفس بشری هستند، چه نشه آور باشد یا نشه آور نباشد. وقتی که شما به آن اعتیاد دارید و یک نوع به اصطلاح تبدیل میشه به یک نوع نشاطی مثل آب و غذا برای بدنتون میمونه، از نظر شرعی و دیدگاه جمهور علما این جزء شکننده های روزه شمرده میشود. مسواک زدن روزه را باطل می کند یا خیر؟ نه، مسواک زدن روزه را باطل نمی کند. مسواک زدن جز شکننده های روزه نیست. آیا طلاق از سر عصبانیت واقع می شود و زن باید حلاله شود؟ در مورد طلاقی که بر اساس عصبانیت باشد، ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد طلاق بنابر روایتی که در سنن ابو داود هست فرمودند لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. طلاق و عتاق در اغلاق، یعنی در زمانی که ذهن انسان قفل هست و قدرت انتخاب و اختیاری ندارد، واقع نمی شود. بعضی از آن این اغلاق را به اکراه و اجبار تعبیر کردند، بعضی به عصبانیت، و به صورت کلی معنی اغلاق همون قفل بودن هست، یعنی ذهنش قفل است و در حالتی هست که قدرت به اصطلاح انتخاب و اختیاری از طرف خودش ندارد. و به این خاطر هست که یعنی خود بحث عصبانیت را که در مورد طلاق نمیشه که یک حکم ثابتی که برای تمام موارد یکسان باشه نمیشود چون این حکمی را ثابت کرد، زیرا که عصبانیت خودش هم به اصطلاح متفاوت هست، درجات عادی داره. یک عصبانیت این است که به طور مثال زن و شوهری همیشه با همدیگر بحث و دعوا دارند و همدیگر رو نمیخوان، دنبال بهانه هستند، میخوان از همدیگر جدا بشوند. شوهرم دنبال بهانه میگرده که زنشو طلاق بده. یک مرتبه با هم جر و بحثی کردند و سر و صدایی شد و در این صورت مثلا مرد به زنش گفت که برو من تو را طلاق دادم، با صدایش هم بالا رفته. خب این عصبانیت طبیعی هست و طرف هم هدفش همون طلاق دادن بوده. در این صورت به اتفاق تمام علما طلاق واقع می شود، بل اتفاق طلاق واقع می شود، زیرا که هیچ کسی نمیاد با دسته گلی به خانمش لبخندی بزند که بفرمایید شما طلاق هستید. خب یک جر و بحثی میشه، دعوایی میشه، صدا بالا میره، عصبانیتی هست، منتها عصبانیتی که به اصطلاح در حد معتدل هست و انسان میدونه که چی میگوید. در این صورت عرض کردم که به اتفاق طلاق واقع می شود. اما یک عصبانیتی هست، خصوصا کسانی که انسان‌های عصبی هستند، مشکل عصبی دارند یا اصلا مشکل عصبی نداره، الان یک جنگی شده، دعوا و درگیری شده، در حد بزن و بکوبی در واقع بوده و درگیری صورت گرفته. در این صورت مثلا یک فردی عصبی بوده یا نبوده، به اندازه عصبانیتش زیاد بوده، مشکل الان اعصاب داشته یا نه، به اندازه به اصطلاح عصبی شده و عصبانی هست که اصلا اختیارش در دست خودش نیست، نمیداند که چی میگوید، اصلا پرت و پلا میگوید و اصلا که در اختیار خودش نیست. و بعد از این هم که به اصطلاح عصبانیتش فروکش بکند یادش نمیاد که چی گفته. دیگران بهش میگن که تو وقتی که عصبانی بودی زنت رو طلاق داده بودی، میگه من اصلا یادم نیست. در این صورت بل اتفاق طلاق واقع نمی شود، زیرا که این حالت یک حالتی هست که مانند مجنون، مانند دیوانه هست. کسی که عقل سالمی نداره، کسی که عقل نداره، مجنون هست، اگر زنش را طلاق بده طلاق واقع نمیشه. این دو مورد اتفاق هستند. بعد از این یک درجه دیگری هست که انسان به حالت عصبانیت رسیده، اما نه به اندازه‌ای که کلا اختیار خودش رو از دست بده و نه هم به اصطلاح در حد پایینی هست. یک عصبانیتی هست، شدید هست، منتها طرف یک اختیار و کنترلی تقریبا بر خودش داره. در این زمینه جمهور علما نظرشون بر اینه که طلاق واقع می شود. در این صورت وسط
جمهور علما نظرشون بر این است که طلاق واقع می شود. منتها شیخ الاسلام و همچنین شاگردشان علامه ابن قیم رحمت الله علیه نظرشون بر این است که حتی در این مورد هم طلاق واقع نمی شود، زیرا که این انسان در واقع در همون حالت اغلاق هست، یعنی این که کنترلی بر رفتار و گفتار خودش نداشته و طلاق نمیخواسته بدهد، قبلا هم موردی نداشتند، بحث طلاق نبوده، بلا فاصله در واقع پشیمان شده. شیخ الاسلام ابن تیمیه و بسیار از معاصرین هم و بسیار از دادگاه‌های معاصر هم بر این حکم می‌کنند که در این صورت هم طلاق واقع نشده. و منتها بحث حلاله یک بحث کاملا جداگانه هست. بحث حلاله یک بحث جداگانه هست. از نظر شرعی حلال کردن حرام هست و ازدواج حلاله باطل هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در سنن اومده، ترمذی، ابو داود و دیگران نقلش کردن، فرمودن لعن الله المحلل والمحلل له، الله متعال لعنت و نفرین بکند اون مردی را که زنی را به نیت حلال کردن ازدواج می کند و هم اون مرد بی غیرتی را که زن برایش حلاله می شود. این را رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردند، چون این ازدواجی حرام و باطل هست. جایز هست نماز تراویح را در منزل بخوانیم، چون که در شهری که ما هستیم مسجد اهل سنت ندارد. هیچ اشکالی ندارد. شما در هر جا که هستید، در منزلتون هستید، در سر کار خودتون هستید، در هر جا که میتوانید نماز تراویح را بخوانید. از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود ندارد. لازم نیست که حتما در مسجد باشه. آیا تلاوت قرآن کریم بر جنازه که غسل نکرده باشد جایز است؟ بر جنازه منظورتون حتما همون جناب هست. اگر منظورتون این است که جناب که غسل نکرده باشد، از نظر شرعی تلاوت قرآن جایز نیست. تلاوت قرآن برای شخصی که در حالت جنابت هست این جایز نیست، زیرا که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بنابر روایتی که در سنن ترمذی هست میگوید که ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یکن یحجزه شیء عن القرآن الا الجنابه، که پیامبر را هیچ چیزی مانع از این نمیشد که ایشان قرآن تلاوت بکنن مگر از جنابت. تلاوت کردن قرآن در حالت جنابت جایز نیست. آیا میشه که دنبال مادر خود نماز خوان مثل در نماز ظهر که در خانه هستیم؟ یعنی منظورتون این است که مادرتون امام باشه، شما مقتدیش باشید. اگر که جمع خانم ها هست جایز هست. اگر همه خانم هستن جایز هست که به اصطلاح یکی امام بشود و دیگران مقتدی باشند. اما اگر که در خانه مردی وجود دارد، حتما باید اون مرد به اصطلاح امام بشه و بقیه خانم ها و مردای دیگه پشت سرش اقتدا بکنن. در ماه رمضان می تواند عروسی بگیرند؟ بله می توانند عروسی بگیرند. ازدواج کردن در ماه مبارک رمضان از نظر شرعی هیچ گونه ممنوعیتی ندارد، اما دیگه احتمال داره که بر خودشون کفاره لازم بگردانند، زیرا که شاید که نتونن خودشون رو کنترل بکنند و در روز رمضان با همدیگر همبستری کردن. در این صورت باید به جای هر روز 60 روز باید کفاره بدن. علاوه بر قضایش یک روز قضا 60 روز باید کفاره بدن. اما به صورت کلی از نظر شرعی جایز هست. ممنوعیتی برای ازدواج در ماه مبارک رمضان نیست. شیخ، من یکی از بنده های خدا را دوست دارم، چطوری بهش بگم؟ سوال ماری خانم. اگر یک پسری رو دوست دارید، خب راه شرعی وجود داره، یعنی این که از طریق خانواده شما اقدام بکنید. این هیچ اشکالی نداره که اگر یک دختری
یک پسری رو دوست داشته باشه، به خانواده خودش بگه که من میخوام با فلانی ازدواج بکنم و از یک طریق شرعی و قانونی و عرفی به اون ابلاغ بکنن، به اون برسانند که ما میخوایم که با شما وصلت بکنیم، هیچ گونه اشکالی نداره. و این که به اصطلاح یک خانم به خواستگاری یک دختر به خواستگاری یک پسری برود، از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره که خانواده دختر مثلا بروند به خواستگاری برای یک پسری. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که دخترشون به اصطلاح بیوه شدند، رفتند به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه گفتند، به حضرت ابوبکر گفتند که من دخترم به اصطلاح بیوه هست، عدتش تمام شده، اگر که میل دارید میخوام که اونو به عقد شما در بیاورم، که نهایتا رسول الله صلی الله علیه وسلم با ایشون ازدواج کرد. این هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. آیا کشیدن قلیان بعد افطار گناهه؟ نظر من این است که به اصطلاح قلیان کشیدن همه وقت گناهه، جزء محرمات است، جزء خبائث هست، هم از نظر بوی بدش، هم از نظر این که ضرر و زیانی بر بدن انسان داره، هم مال انسان رو هدر میده. تمام این موارد جزء خبائث هست و حرامه، چه در رمضان و در غیر رمضان. سعی بکنید که به اصطلاح این رو در طول روز این کار رو انجام ندادید، راحت میتونید که ترکش بکنید. این عادت بد و گناه رو بهتر است که ترک بکنید. اگر کسی حیض باشد به صورت لکه و متوجه نباشد، هم روزه هم قرآن نماز خوانده باشد، مرتکب گناه شده یا قبول هست؟ ببینید، در حالتی که یک خانمی پریودی هست، در حالت عادت ماهیانه هست، جایز نیست که نماز بخواند. اصلا جایز نیست که نماز بخواند و جایز نیست که روزه بخواند، روزه بگیرد. روزه گرفتن و نماز خواندن در حالت ماهیانه از نظر شرعی جایز نیست. منتها اگر یک خانمی به طور مثال متوجه نشده بود که عادت ماهیانه شروع شده، نماز خواند و به اصطلاح روزش مثلا ادامه داده بود و متوجه نشده بود، در این صورت بر اون گناهی نیست، گناهی برگردنش نیست. منتها از همون لحظه ای که یعنی به اصطلاح لکه شروع شده و عادت ماهیانه شروع شده، اون روزش دیگه باطل شده، اون روزش رو باید یک روز دیگر به جایش قضا بیاورد. اما این که نمیدونسته که مثلا پریود شده و نماز خونده یا روزه خودش رو ادامه داده، گناهی برگردنش نیست، اما اون روز نماز خودش رو روزه خودش رو باید قضایی بیاورد. آیا وقتی روزه هستیم و یک خوب پریود بشویم روزه باطل هست؟ بله، روزه باطل هست، به محض این که خانمی عادت ماهیانه شروع شد، ولو این که 1 دقیقه قبل از افطار باشه، قبل از افطار، قبل از اذان، ولو این که 1-2 دقیقه هم باشه، اگر خانمی عادت ماهیانه شروع شد، به این معنی هست که اون روزه شکسته، باطل شده، یک روز دیگری باید به جایش روزه بگیرد. آیا تلویزیون نگاه کردن گناه هست؟ نه، به صورت کلی گناه نیست، بستگی به این دارد که شما چی میبینید. تلویزیون هم هست که شما میتونید که به اصطلاح پخش زنده، به اصطلاح مسجد الحرام، مسجد النبی، موارد دیگر، برنامه‌های اسلامی و دینی رو ببینید، و همین که به اصطلاح موارد باشه که گناهه. اون محتوا اگر گناه باشه، انسان رو به گناه دعوت بکنه، که اون گناه هست. اما این که مثلا محتوایش خوب باشه، به اصطلاح فیلم آموزنده‌ای باشه و به اصطلاح مواردی نباشه که انسان رو به گناه دعوت میکنند، از نظر شرعی در این صورت اشکالی هم در این زمینه وجود ندارد. قطره در بینی کردن روزه را باطل می کند؟ بله، قطره بینی روزه را باطل می کند. قطره بینی و قطره ای که در دهان به اصطلاح انداخته بشود، این دو نوع قطره روزه را باطل می کنند، اما قطره چشمی و قطره گوش روزه را باطل نمی کند. قرآن خواندن در گوشی چطور هست؟ یعنی قرآن خواندن از روی گوشی چطور هست؟ از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد. ثواب تلاوت قرآن از روی گوشی موبایل
یا از حفظ دقیقاً مانند این است که شما از روی مصحف و قرآن تلاوت بکنید. هیچ گونه تفاوتی نداره. ثواب تلاوت قرآن از روی مصحف و قرآن و کتاب یا از روی گوشی تلفن یا از روی حفظ که بخوانید، همشون ثوابش از نظر شرعی یکی هست و هیچ گونه تفاوتی ندارد. بعضی مردم احساس میکنن وقتی که من در خونه قرآن دارم و به قول مثال در گذاشتم در خونه، اگر درشو کتاب رو باز نکنم، از اون نخوانم و از روی گوشی بخوانم، گناهکار میشم. نه، گناهکار نمیشوید. تفاوتی نداره که شما از روی گوشی خودتان تلاوت بکنید یا از روی اون قرآنی که در خونه دارید و اون مصحف و کتابی که هست تلاوت بکنید. هر دو صورت از نظر شرعی ثوابش یکی هست و هیچ گونه اشکالی هم ندارد. آیا عمر بن خطاب زنان رو از رفتن به مسجد من می‌فرمود؟ نه، چون این چیزی صحت ندارد. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به هیچ عنوان زنان را از رفتن به مسجد من نفرمودند. حالا چند نفر، یکی دو نفر از فقها این حرف را زدن، در کتاب خودشون نوشتن، منتها هیچ گونه دلیل و مستند واقعی و حقیقی ندارد. به هیچ عنوان ثابت نشده که سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه زنان را از رفتن به مسجد من بکنند. و اگرچه نظر عمر رضی الله عنه این بوده که زنها به مسجد نروند، دوست نداشته که زنها به مسجد بروند، اما به هیچ عنوان منع نکرده. حتی زن خود همسر عمر رضی الله تعالی عنه در روزی که عمر در محراب مسجد، در مسجد النبی شهید شدن و ضربه خوردند، همسرشون هم در مسجد حضور داشت. و اتفاقا در روایتی آمده که همسر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که به مسجد میرفت همیشه و میدانست، ازش سوال کردند که خب تو میدانی که شوهرت دوست نداره که تو به مسجد بروی، چرا به مسجد میروی؟ گفت خب اگر دوست نداره به من بگه که فلانی به مسجد نرو، اون وقتی من ازش اطاعت میکنم و به مسجد نمیروم. چرا به من نمیگه؟ بهش گفتند که به این خاطر نمیتواند که به تو منع بکنه از مسجد رفتن به مسجد، که زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، شما نباید که زنان را از رفتن به مسجد منع بکنید. چون که پیامبر فرمودند که شما زنان را منع نکنید، عمر گرچه سلیقه خودش و نظر خودش این است که زنان به مسجد نروند، اما چون که دستور رسول الله در اینجا دیگه نمیتواند کاری بکند، زنان را منع بکند. با تعابیر مختلف از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که ایشان فرمودند لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، زنان را، کنیزان الله را از رفتن به مسجد باز ندارید. یا در روایت دیگری که در صحیح مسلم هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا استأذنکم نساؤکم الی المساجد فاذنوا لهن، اگر زنان شما از شما خواستند، اجازه خواستند که به مسجد بروند، شما به اونها اجازه بدهید. از نظر شرعی شوهر حق ندارد و اجازه ندارد که زن خودش را در صورتی که فتنه و فسادی وجود نداشته باشد از رفتن به مسجد منع بکند. منتها همونطوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، در سنن ترمذی، در سنن ابو داود آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و بیوتهن خیر لهن، و خانه زنها برای زنها بهتر است، یعنی بهتر است که در منزل نماز بخوانند. منتها اگر خواسته باشند و مصلحتی باشه، راه امن باشد، از نظر شرعی اشکالی نداره و شوهرم نباید که مانع بشود. آیا خواندن قرآن کریم هم ثواب دارد یا تنها تلاوت قرآن؟ چیزی که به عنوان یک عبادت شمرده شده از نظر شرعی همون تلاوت قرآن هست، یعنی خواندن الفاظ عربی قرآن کریم هست که هر حرفی 10 برابر در واقع ثواب دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا اقول الف لام میم حرف،
الف حرف، لام حرف و میم حرف. هر تلاوت قرآن هر حرفی 10 نیکی بهش میرسد. و میفرمودند که من نمیگویم که الف لام میم یک حرفه، بلکه الف خودش یک حرفه، لام یک حرفه و میم یک حرفه. یعنی تنها با خواندن الف لام میم شما در واقع حداقل 30 ثواب به شما خواهد رسید و این ثواب تلاوت قرآن هست، خود متن عربی قرآن کریم هست. یک عبادتی ما داریم تلاوت قرآن کریم. هر کسی که میتواند که به اصطلاح تلاوت بکند ثواب این ثوابش هست که عرض کردم. یک عبادت دیگر داریم که استماع قرآن، یعنی شنیدن قرآن کریم. این هم مانند تلاوت قرآن هم عبادت هست و ثواب دارد. این درجه به اصطلاح دوم هست. و بعد از آن این است که اگر کسی تلاوت قرآن بلد نیست، عربی رو نمیتواند بخواند، حداقل سعی بکند که قرآن را گوش بکند و در ضمن گوش کردن هم معنی فارسی قرآن رو به طور مثال هم بخواند. دقیقاً تأمل کردن در قرآن، فهمیدن قرآن و این که شما خطاب الله متعال را درک بکنید، بفهمید مواعظ الهی را، امر و نهی الهی را، احکامی را که در قرآن بیان شده، مواعظ و حکمت هایی را که بیان شده، قطعاً این در ایمان شما تأثیر زیادی دارد و خود این که ایمان شما افزایش پیدا بکند با تلاوت قرآن، با فهم قرآن، این خودش در واقع عمل خیری هست که ثوابی رو حتما در این زمینه خواهید داشت. آیا دست زدن به نامحرم روزه باطل می شود؟ والا ما در زبان بلوچی یک حرفی داریم، میگیم که یک ضرب المثلی هست، میگیم که دست که رسید به گودان دیگه هیچی نمانده بودم. آدم به جایی برسه که به نامحرم دست بزنه دیگه تا مرحله زنا دیگه چیزی دیگری باقی نمانده و انسان باید سعی بکنه که از تمامی گناهان، از مقدمات گناهان انسان پرهیز بکنه. الله متعال در قرآن نفرموده که زنا نکنید، فرموده ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. یعنی همین مقدمات زنا را، همین که با نامحرم حرف بزنید، همین که قرار ملاقات بذارید، همین که با هم بیرون بروید، همین که به هم دیگر به اصطلاح تماس بدنی داشته باشید، اینها تمام مقدمات زنا هست. و قبلا هم عرض کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر کسی که انسانی که قول زور، گفتار دروغ و باطل را و اعمال به اصطلاح بیهوده را که گناه هستند ترک نکند، الله متعال نیازی ندارد که شما به خاطر الله آب و غذای خودتان را ترک بکنید. معنی روزه این است که ما باید تقوا داشته باشیم و اطاعت بکنیم از الله و از نافرمانی الله به اصطلاح پرهیز بکنیم. انسان تا این مرحله برسه که در حالت روزه با نامحرم صحبت بکنه و نمیدونه حرفای عاشقانه بزنه و قرار ملاقات بگذاره و برن به هم دیگر دست بدن و بیرون بروند و بقیه موارد، قطعا چیزی از روزه باقی نمونده. گرچه از نظر حکم شرعیش این است که مثلا قضای روزه بر شما لازم نیست، روزهتون قبول هست، فرضش از گردن شما ساقط شده، اما با گناه روزه به اندازه میرسد که بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه ثوابی به شما نمیرسد جز همون گرسنگی و تشنگی که به اصطلاح تحمل کردید. نماز شب به چه صورت خوانده می شود؟ این سوال رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. پیامبر فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، فرمودند که نماز شب را چگونه بخوانیم. رسول چند رکعت بخوانیم؟ پیامبر فرمودند که 2 رکعت بخوانید. 2 رکعت همین مانند 2 رکعت نماز صبح را شما چطور میخوانید؟ در هر رکعت سوره فاتحه را میخوانید، بعد از سوره فاتحه یک سوره را میخوانید و بعد از رکعت دوم سلام میدهید. همین 2 رکعت در شب نماز بخوانید، هر مقداری که دل شما خواست. از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی، محدودیتی وجود ندارد و در هر پاسی از شب که شما نماز شب خواندید از نظر شرعی مشکلی وجود نداره. اول شب خواندید یعنی بعد از نماز عشا، در وسط شب خواندید، در آخر 1/3 آخر شب خوندید، هیچ گونه اشکالی نداره و کاملا جایز هست. منتها آخر شب اولاتر و بهتر هست و کسانی که نماز شب میخوانند سعی بکنند که نماز وتر خودشان رو بگذارند برای آخر شب، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این توصیه کردند. آیا وام فرزند آوری جایز است؟
من دقیقا شرایطش رو نمیدانم، اما اگر که به اصطلاح سود زیادی نداشته باشد و یک نوع به اصطلاح کمک هزینه باشه، یک نوع تشویقی باشه که دولت در این زمینه میدهد، از نظر شرعی هم ممانعتی وجود ندارد و جایز هست. در مورد سن تکلیف دختران بگویید. سن تکلیف هم دختران و هم پسران به اصطلاح همون سن بلوغ هست. در هر سنی که دختر یا پسر بالغ شد از نظر شرعی مکلف هست. بالغ شدن علاماتی دارد. یکی از علاماتش احتلام هست، یعنی این که در خواب میبینند که به اصطلاح رابطه داشتند و ارضا میشوند. و یکی از علامت‌هایش این است که موی به طور مثال یعنی ریش و سبیل به اصطلاح پسران مثلا میروید. این یکی از علامت‌های بلوغ برای مردان هست. یا مثلا رویدن موی زائد بدن زیر ناف هم برای دختران هم برای پسران، اینها جزء علامت‌های بلوغ هستند. و برای دختران هم شروع شدن عادت ماهیانه یکی از علامت‌های بلوغ هست. هر وقتی که یکی از این، یا این که به اصطلاح برآمدن برجسته شدن سینه ها برای دختران یکی از علامت‌های بلوغ هست. اگر این علامات در هر سنی ظاهر شد، در واقع این فرد، این دختر و پسر به سن بلوغ رسیده، باید نماز و روسهش را انجام بدهد و به سن تکلیف در واقع رسیده. اما اگر این علامت ها ظاهر نشد و به اصطلاح تا سن بالا، معیارش همون 15 سالگی هست. معیارش همون 15 سالگی هست، هم برای دختر و هم برای پسر، در صورتی که این علامات بلوغ قبلش ظاهر نشود. اگر قبل از این، یعنی در سن فرض کنیم که 13 سالگی 14 سالگی این علامات ظاهر شد، یعنی این که این دختر و پسر به سن بلوغ رسیدن. اما اگر که این علامات را نداشتند، معیارش همون 15 سالگی هست، هم برای دختر و هم برای پسر. الان بعضی از فقها برای دختر مثلا سن کمتری رو مثلا گفتند که 13 سال هست، اما همون 15 سال قول راجح این است که 15 سال هم برای دختر و هم برای پسر هست. پرسیدم بستن دستها در نماز حکمش چیست؟ بستن دستها در نماز حکمش سنت هست. یکی از سنت های فعلی هست که شما در نماز وقتی که نماز میخوانید دسته های خودتان را به اصطلاح ببندید و دست راست بر روی دست باشه، به این صورت باشه که به این صورت بگذارید، یا روی به اصطلاح مفصل و بند دست بگیرید، یا مثلا روی پشت دست به این صورت بگذارید. هر صورتی رو که انجام دادید این جزء سنت های نماز است. اگر انجام دادید ثواب دارید و اگر کسی هم انجام نداد به هر دلیلی نمازش از نظر شرعی درست، اشکالی ندارد. آیا شنا کردن در حالت روزه اشکالی دارد؟ خیر، شنا کردن و غسل کردن، آبتنی کردن و حمام رفتن از نظر شرعی اشکالی ندارد. در حالت روزه هیچ گونه اشکالی ندارد و روزه شما کاملا درست است. منتها کسی که شنا می کند مواظب باشد که به اصطلاح آب به اصطلاح در حلقش فرو نرود، اما از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی ندارد. روزه کردن شنا کردن در حالت روزه جایز هست. استفاده از کرم دست و صورت در حالت روزه را باطل می کند؟ نه، استفاده کردن از انواع کرم و وازلین و مرطوب کننده ها از نظر شرعی اشکالی ندارد. استفاده از کرم های مرطوب کننده و ضد آفتاب از نظر شرعی اشکالی ندارد در حالت روزه و جز شکننده های روزه ندارد و نه تنها این که جایز هست و به اصطلاح حرام نیست، بلکه مکروه هم نیست. یعنی جایز است به صورت کامل که به اصطلاح اگر زنی چه نیاز داشته باشد یا نیاز حتی هم نداشته باشد این کار را انجام بدهد، هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. حتی به اصطلاح رژهای مرطوب کننده لب اینم از نظر شرعی اشکالی نداره. بقیه پوست و صورت که به جای خود، حتی اگر کسی مثلا مواردی را استفاده کرد برای مرطوب نگه داشتن لبهایش، این هم از نظر شرعی جز شکننده های روزه نیست و به معنی خوردن و آشامیدن هم نیست.
هنگام عادت ماهیانه ذکر گفتن و تلاوت قرآن جایز هست، ولی قبلا بیان کردم که از نظر دلیلی هیچ گونه دلیلی برای ممانعت وجود ندارد. ذکر که به اتفاق جایز هست، ذکر الله به اتفاق جایز هست، حتی تلاوت قرآن بنابر نظر امام مالک رحمت الله علیه جایز هست و نظر بنده هم در این زمینه همین نظر امام مالک هست. آیا آمپول دندان پزشکی که میزنه روزه را باطل میکنه؟ اشکالی نداره. آمپول چه برای دندان پزشکی باشه، برای بی‌حس کردن لثه باشه یا موارد دیگر، به صورت کلی آمپول هایی که مغذی نیستند، یعنی جایگزین غذا نیستند، بدن را از غذا بی نیاز نمی کنند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و جز شکننده روزه شمرده نمیشوند. اگر در ماه رمضان به شهری دیگر سفر کنیم روزه باطل می شود یا نه؟ نه، روزه باطل نمی شود. به صرف این که شما مسافر هستید روزه باطل نمی شود. بعضی فکر می کنند که اگر کسی به طور مثال چند کیلومتر از شهر خودش دور بشود خود به خود روزهش باطل می شود. نه، چون این حکمی ما در شریعت اسلامی نداریم. روزه خود به خود باطل نمی شود مگر اینکه شما باطلش بکنید. اما از نظر شرعی برای کسی که در سفر هست و سفرش یک مقدار مشکل هست، در زحمت افتاده، جایز هست که روزه نگیرد و بعد از رمضان دوباره قضا بیاورد. اما این که خود به خود باطل بشود نه، چون این چیزی وجود ندارد. اگر در هنگام اذان صبح لقمه‌ای در دهانمان بود روزه باطل است؟ نه، روزه باطل نیست. روزه باطل نیست. لقمه‌ای در دهان شما بود، لیوانی در دست شما بود و مثلا نصفش آبش را خورده بودید، نصفش به اصطلاح مانده بود، از اون طرف مثلا صدای اذان اومد، شما همین لیوان تا آخر سر بکشید، این اشکالی نداره. لقمه را فرو ببرید، از نظر شرعی اشکالی نداره و روزه شما درست هست. آیا گناه از چند سالگی حساب می شود؟ گناه بعد از سن تکلیف حساب می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن رفع القلم عن ثلاثه، که قلم یعنی قلم تکلیف از 3 نفر برداشته شده. از 3 نفر برداشته شده و یکی از این 3 موارد و عن الصبی حتی یحتلم، از کودک به اصطلاح حکم شرعی، تکلیف شرعی برداشته شده تا زمانی که به سن بلوغ برسد. بعد از این که به سن بلوغ رسید، بعد از آن دیگه در واقع احکام شرعی بر اون واجب می شوند و گناهی انجام بدهد گناهش نوشته می شود. قبل از آن گناهی انجام بدهد به عنوان گناه در پرونده اعمالش ثبت نمی شود. قهر کردن در ماه رمضان گناه است یا نه؟ قهر کردن بدون دلیل هم در رمضان گناه است و هم در غیر رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یحل لامرئ مسلم ان یهجر اخاه فوق 3. برای هیچ مسلمانی جایز نیست که برادر یا خواهر مسلمانش را بیشتر از 3 روز ترک بکند، یعنی بیشتر از 3 روز قهر بکند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بهترین این 2 نفری که با هم قهر هستند اون کسی هست که ابتدا بیاید و اول بیاید و سلام بکند، اول بیاد آشتی بکند. این نزد الله متعال بهترین و مقربترین و نزدیکترین هست. به اصطلاح قهر کردن از نظر شرعی جایز نیست مگر آنکه بنابر مصلحتی باشد و آنم تا 3 روز، بیشتر از 3 روز جایز نیست. به طور مثال یک شما عزیزی رو دارید، مثلا به طور مثال نماز نمیخونه، بهش میگه که اگر که میخوای با من دوست باشی، میخوای که با من رفیق باشی، من باهات رفت آمد بکنم، نماز بخونیم، وگرنه من قهرم. شما میدانید که اگر قهر بشوید اون مثلا فلان کار رو ترک میکنه، مثلا به نماز میاد، روزه میگیره، مثلا شما از این طریق یک اهرم فشاری باشه که اون مثلا اصلاح بشه، این اشکالی نداره، جایز هست. اما اینکه طولانی باشه بیشتر از 3 روز از نظر شرعی جایز نیست. من ترشحات زنانه دارم، میخوام برم مکه شریف، از روی حشریت نیست، مریضی است. آیا با هر وعده نماز باید از حرم بیرون برم وضو بگیرم و لباس بشورم؟ ببینید ترشحات زنانه از نظر شرعی نجس نیستند.
ترشحات زنانه، عفونت زنانه از نظر شرعی غیر از اون موردی که بر اساس تحریک جنسی باشه که اون نجس هست. اما به اصطلاح ترشحات طبیعی و عادی واژن که به اصطلاح موارد دیگری هستند، این از نظر شرعی جز شکننده های وضو هست، جز شکننده های وضو هست، اما نجس نیست. لباس عوض کردن لباس لازم نیست و کسی که به اصطلاح این مورد را داره که همیشه براش اتفاق میفته، حکمش همون حکم کسی هست که معذور هست، یعنی برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد. این حالات رو بهتر است. و اگرچه بعضی از علما هم فتواشون بر این است که اصلا شکننده وضو هم نمیدانند این را، اما نظر بنده این است که بنابر احتیاط که ما خرج من السبیلین هست وضو بگیرید، این حالات رو بهتر هست که خیالتون هم در واقع راحت می شود. خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا فرصتی دیگر که در خدمت شما بزرگواران خواهم بود، شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.